خدا عزوجل می‌فرماید و رسولا لم نقصصهم علیک، و همچنین پیامبرانی که داستانشون رو برای تو در قرآن بازگو نکردیم. ای انسان، اگر مردم از فضل و برتری تو اطلاعی ندارند، ناراحت و غمگین و اندوهگین مباش. تو را همین بس که خدا از کردارت با خبره و میدونه که تو کیستی. در سپاه هارون الرشید 20,000 مجاهد بودند که نامشون رو در دفتر ثبت نمی کردند و حقوق دریافت نمی کردند، برای اینکه نمی خواستند مردم کسی اونها رو بشناسه و به جز خدا کسی از اونها اطلاعی داشته باشه. وقتی که صائب بن اقرع خبر شهدای نهاوند را به عمر بن خطاب میاره و نام بسیاری از بزرگان را ذکر میکنه، بعد در ادامه میگه که و دیگرانی که از طبقه پایین جامعه هستند و امیر مومنان اونها رو نمیشناسه. وقتی عمر این سخن رو میشنوه گریه میکنه و میگه عدم شناخت امیر مومنان هیچ ضرری به اونها نمیرسونه. برای اونها همین بس کافی است که خدا عزوجل اونها رو میشناسه.